لطف میکنید با کمال میل گوش میدیم. هم میهنان عزیز که صدای مرا میشنوید، همه کسانی که نوروز بی همتا را چونان عید پایدار خود گرامی می‌دارید، مردم آزادی که شاد باش نوروزی را چونان نماد همبستگی‌های بشری و البته عید ملی نثار می‌کنید و می‌پذیرید. شاد باش های مرا هم که یکی از اعضای وفادار جامعه بزرگ شما هستم در نوروز 1390 بپذیرید. بگذارید غمهای سترگی را که از بینوایی، دردها و جان باختنهای مردم عدالتجو و آزادیخواه و ستم دیده بر رخهایمان نشستند، نه با افسانه بافی و خوشخیالی که با امید ورزیدن و اعلام عزم راسخ خود برای ادامه تلاش در راه رهایی همگانی در عرصه‌های نظر و عمل در این عید دیرین پای بزداییم. به من، برادر و رفیق و شهروند و هم میهن خود، اجازه بدهید شادمانی ویژه عیدمان را به این دلیل که جهان آشوب زده و رنجاور پیرامونمان سخت آزارمان داده است از یاد نبرم. چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. رنج و اندوه مردم خاورمیانه که هر دم باید ایلغاران امپریالیستی یا مرتجعان داخلی یا متجاوزان نژاد پرست صهیونیست یا بهره‌کشان نوآمده را تحمل کنند و تاوان اعتراضشان هم باید کشتار دست جمعی از سوی دیکتاتورهای نفهم یا تجاوز و اشغال سرزمین و برباد رفتن منابع باشد، باید در این نوروز به یادمان بماند. اما اینها عید ما را به عزا مبدل نمی کنند. نوروز ما نماد تجدید عهد برای نوسازی، بهسازی، بهروزی و نیک زیستی مردم و گسستن از قل و زنجیر زور و زر و ریای انواع و اقسام قدرتمداران و اغواگران است. ما در سالی که گذشت دانستیم که نتیجه آن همه ظلم و فجایع اقتصادی که بر مردم جهان تحت عنوانهای نظم نوین جهانی، سیاست تعدیل ساختاری، جهانی سازی و بی‌بدیلی راه سلطه سرمایه‌داری به پاکیزی انقلابی مردم است که در این عصر جهانی سازی تحمیلی خود به گونه دیالکتیکی جلوه و ماهیتی جهانی می‌یابد، گرچه هر ملتی و هر جامعه رنج دیده و هر گروه کاری و کارگری راه خود را می‌پوید، به تدابیر خود می‌اندیشد و تجربه‌های خود را سامان می‌دهد. این را در خاورمیانه و نیز در آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و آفریقا می‌بینیم. فاجعه باری سلطه سرمایه‌داری تنها در تحمیل و تحمل دراکولاهای خوناشام در کشورهای جهان برای سالیان دراز و با هر چهره‌ای که علیه و له سیاست‌های آمریکا و متحدان غربیش می‌گیرند نیست. جنبه دیگر فاجعه وقتی بروز می‌کند که امپریالیسم می‌خواهد حساب خود را با دندان پوسیده‌ای که از ابزار خوناشامیش بوده است تسویه کند. یعنی وقتی عمر خودکامگانی که مستقیم و نامستقیم تحمیل و تحمل شده بودند فرا می‌رسد. در این صورت باز این مردمند که فدا می‌شوند، چنان که در عراق و لیبی و مصر و یمن شاهد بودیم. با این وصف بی تردید این مقاومت مردم است که تاریخ را به جلو می‌برد و راه سرکوب و بهره کشی را می‌بندد، گرچه با مداخله‌های داخلی و خارجی نیز روبرو شود. چند روز پیش سونامی هولناک هزاران تن از مردم ژاپن را کشت و آواره کرد. ما که در میهنمان تجربه‌های زیاد و سختی از زلزله داریم و در یاری رساندن با آنها چیزها آموخته ایم، کاری از دستمان برنیامد، خاصه در این روزگار پر آشوب و گرفتار. اما یک بار دیگر خطر نیروگاه هسته‌ای، آن هم در سرزمینی که به صنعت و تکنولوژی خود میبالید، به ما آموخت که ولع تولید در حالی که انبوه محرومیت‌ها پابرجاست، اما از سوی دیگر مصرف جنون‌آمیز یک اقلیت در جامعه مصرفی ادامه می‌یابد، از خصال سرمایه‌داری، به ویژه سرمایه‌داری جهانی معاصر است که ناگزیر تن به هر خطری که متوجه توده‌های مردم می‌شود، مانند احداث نیروگاه‌های هسته‌ای می‌دهد تا به روند تولید نابسامان خود ادامه دهد. در این وادی بی‌عدالتی این همه تولید و اصراف انرژی ناضرور بلکه ویرانگر است.
صلح جهانی اگر با دموکراتیسم واقعی جهانی پیوند داشته باشد نمیگذارد به هر بهانه نیروگاه‌های اتمی بنا شوند. ما نیز در سرزمین خود باید این دست را فرا گیریم و به جای دل سپردن به نظام سلطه و وجدان تدابیر آن به دموکراتیسم و اقتصاد مردم سالار برسیم. در حدود 40 سال پیش در یک رمان روسی می‌خواندم که قهرمان داستان در بازگشت از صحنه‌های تلاش و نبرد و فتنه و توطئه در قطار از قول صدای چرخ و ریل چنین می‌شنید که امیدها همه از دست رفتند، امیدها همه از دست رفتند. در آغاز این بهار بیش از هر زمان دانستم در تمام این مدت 40 سال حق داشتم به نتیجه گیری آن رمان تردید کنم. من از زبان سبزه و باران و از بوی عطر و نسیم خاوران و باختران میشنوم که چه امیدهایی که شکوفه کردند. من از گیج سری امپریالیسا و روش‌های متضاد مداخلهشان، من از زبونی جباران و از نکبت جباریت آنان و من از مقاومتی که بر بنیاد حراس از خود زندگی، بر بنیاد حراست از خود زندگی و شرافت انسانی است، هم شکوفه ها را دیدم، هم گل ها را بوییدم و هم حس کردم که آنها آبستن میوه های حیات بخشند. گو ما بمانیم یا نه. حالا زمان کنش اجتماعی است. دیگر عصر تضرع و آمین پایان یافته است. اگر وارد کنش خردمندانه نشویم سرنوشتمان جور دیگری رقم خواهد خورد. قطعه آخری شعر مرغ آمین نیما را به یاد آوریم. مرغ آمین گوی دور می گردد از فراز با، در بسیط خطه آرام می خواند خروس از دور. می شکافد جرم دیوار سحرگاهان و از بر آن سرد دود خاموش هرچه با رنگ تجلی رنگ در پیکر می افزاید. می گریزد شب صبح می آید. نوروزتان پیروز، بهارانتان خوشسته باد. بسیار از شما متشکرم، بسیار زیبا بود آقای رئیس دانا. خواهش میکنم. و چنین است که آدم بذار از شاملوی بزرگ من هم آریه بگیرم بگویم احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزار چندین هزار چشمه خورشید از دلم میجوشد به یقین. آفرین، آفرین، بسیار ممنونم و منم مستفیض شدم. براتون مجددا سال خوبی را آرزو میکنم. درود بی پایان بر شما آقای رئیس دانا، با آرزوی سالی سرشار از شادی و شادکامی و سعادت و سلامتی. سربلند باشید. مرحمتتون.